با سلام، اعتماد زاده هستم، مدرس زبان انگلیسی. تا حرف ال بچه با هم دیگه رفتیم جلو. باز برای اینکه یادآوری بشه گفتم که ما به خط اول، دوم، سوم نیاز داریم برای حروف بزرگ. خط چهارم که 5 از حروف کوچیک تا خط چهارم ادامه دار هستن. بریم حرف ام رو با هم دیگه ببینیم. این حرف ام بچه، حرف ان بزرگ، حرف او، حرف پی. یادتون باشه این دایرهش بین خط اول و دوم دقیق قرار میگیره. حرف کیو اینجا از روی خط دوم تا خط سوم بچه ها باید ادامه دار باشه. حرف آر تقریبا اینجا شبیه پی هست، از اینجا به این حالت. حرف اس، حرف تی، حرف یو، حرف وی. خب حالا بریم حروف کوچیک این حروف ها رو با هم دیگه ببینیم. حرف ام بچه ها به دست من دقت کنید، دقیق بین خط دوم و سوم قرار میگیره. نگاه کنید اینجا. این حرف ام، حرف ان، این حرف ان، حرف او، حرف پی بچه ها باید انتهاش تا خط چهارم بیاد. ببینید اینجا به این حالت. حرف کیو هم دقیقا همینجوری به این حالت. حرف آر یک کوچولو برین سمت راست. وقتی آمدین پایین یک کوچولو برین سمت راست. حرف اس، حرف تی. ببینید بچه از اینجا بین خط اول دوم یک خط بکشین پایین، اینجا روی خط دوم همدیگر رو قطع کنن. این تی کوچیک. حرف یو به این حالت، از خط سوم دیگه بیرون نزنه. و حرف وی به این حالت. موفق باشید.